54% бародарони мо без подписка тамошо мекунанд. Подписатсия кунед, то ки аввалин шуда наводҳои моро тамошо кунед. الله محترم، آیا سیر یا پیاز را خوری به مسجد آمدن جایز است یا نه؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما و شما میگوید من اکل البصل و الثوم و الکراث، هر کسی که اگر سیر میخورد یا پیاز میخورد یا مثل همین ها یگان چیزهایی که بوی های ناخوب دارد، مثل پودینه است، مثل ترب است، اینا چیزهایی هستند که بویناک هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ فلا یقربن مسجدنا، بر مسجد ما نزدیک نشوند. برای چی؟ فإن الملائکه تتعزى مما یتعزى ابن آدم، زیرا اینکه ملائکه های خداوند آزار می یابند از آن چیزی که فرزند آدم هم آزار بیابد. مثال وقتی که در پهلوی ما کسی نشیند که اگر سیر خورده باشد یا پیاز، وجودی و البته بوی میکند. وقتی که بوی کرد آدمی در پهلوش نشستگی البته آزار مییابد. یعنی مادامی که فرزند آدم که از بوی آدم آزار یافت، ملائکه های خدا به طریق اولا از اون آزار مییابند. از این خاطر پیغمبر خدا گفتن به مسجد ما نزدیک نشود کسی که اگر این چیزهای بویناک میخورند. اینا حلال هستند، حرام نیستند، لیکن وقتی معین دارند. پیش از آمدن مسجد شما اینها را نخورید. در اساس این در یوسف قرضاوی هم چندین مسئله های دیگر را استنباط کردند. حتی که مثال در روز جمعه وقتی ما و شما میاییم، در این هم حدیث پیغمبر خداست، باید که وجود ما و شما پاکیزه باشد، باید که بدنهای ما و شما شسته باشد، لباسهای پاکیزه را پوشیم. بهترین لباسی که داریم همون برای روز جمعه پوشیم و خوشبویی داشته باشیم، خوشبویی استفاده کنیم تا که در پهلوی ما بودگی برادرها از چکار کنن؟ از بوی ما و شما راحت کنن. همه حالت در نماز و بیرون از نماز پاکیزگی برای همه ما و شما شرط است. السلام علیکم دامنای عزیز. سگ بلوچک میکشد، چی خاصیت دارد؟ آدمان میگویند که خاصیت بیزیب دارد. خواهش میکنم که به ما فهمونید. راستی بار در حدیث ها دیدیم که وقتی اگر خر هنگس میزند، پیغمبر خدا گفتند که شما لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگویید و سوی خدای خود پناه طلب کنید، زیرا که خر شیطان دیده آواز میزند. لیکن در بلوچوکی سگ راستی بار من ندیدم چیزی در حدیث و فکر میکنم که خاصیت بیزیب داشتن شما همین قدر بفهمین که خداوند در قرآن میگوید و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر مصیبت، هر خاصیتی بد است، بیزیب است، خوب است به سر شما میآید، همه از جانب الهی میآید. فقط و فقط هر چیزی که میبینید شما از خدا ببینید. کل شیء بالقدر، همه چیز به تقدیر الهی است. سگ بلوچک میکشد و ما و شما باز یک عادت دیگر هم داریم که اگر بوم از چیزی هست بالای خانه کدام ما و شما نشیند، میگفتیم چغز است، میگفتیم که از این خانه کسی هلاک میشود. بیاییم که حتی چنان یک عقیده های پوسیدگی داشتیم که حتی چهارمغزی که از خانه بلند میشید میگفتیم صاحب خانه را هلاک میکنه. باور که همین چیزا در یاد ما هستند و حتی آدمی را در یاد داریم که همون چهارمغز کلان بریدن برای که صاحب خانه را چکار میکند؟ هلاک میکرده است. اینا در شما باور نکنید. امروز همین عقیده ها در وجود ما و شما جا گرفته است. اینا همه شرک به خدا هستند. حتی بین ما و شما در نزد دروازه ها ما نل کشال میکنیم، خرسندی در خانه میارن. از کجا خرسندی به خانه میارن؟ از دست یک آهن چی میآید آخه؟ یا در دست مثال کودکاتون، در گاهوارهای کودکاتون، در بدنهای بعضی آدم کلان موره چشمی را میبینی، از چشم نگاه میکنن. اونا قدرت ندارن آخه. شما با اینا دیگر فریفته نشین. شما یگانه فقط از خداوند ببینین. هر ضرر زیانی که میآید فقط همون ذات میآرد. این موره چشمی چی از خودش آخه؟ با بعضی ملا شرم را کردم را چی آیتی میخواند میتد که برده در خانت کشال کن، البته از چشم شما را نگاه میدارد.
از چشم شما را آیت های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخوانید، آیت الکرسی بخوانید، در وجود خود چیکار کنید؟ دم کنید، ان شاء الله از کل آفات شما را اینا نگاه میکنن. آیت قرآن شفا است. با اینا هیچ وقت باور نکنید. در خانه یک برادر رفتیم، یک خاری کلان بود. یک خاری کلانی هست که امتا دروازه همون بری بالا در کشوا کردگی این خرسندی میارد برای خانه. وقتی که خرسندی که بیارد، شما سوره اخلاص، سوره فاتحه میخونین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس شما ای چی هستین؟ ای پروردگارا، فقط من تو را بندگی میکنم و فقط از تو مدد طلب میکنم. مادام این آیت شما میخونین، پس وقتی که ناله، خاره، موره چشمی است، اینا را وقتی شما برای مثال حمایه خودتون استفاده میکنین، در کجا دیگر بندگی میشود؟ با اینا دیگر فریفته نشین، با اینا داده نشین. اینا از اسلام نیستند. عزیز میگویند که اگر دندان طلا کنی باید پیشکی طهارت سازی، یگان ضرر ندارد. درست است یا نه؟ دندان طلا را برای دندان طلا ماندن طهارت پیش و پسش شرط نیست. اگر ضرورت باشد جایز است. اگر ضرورت باشد جایز است. لیکن اگر برای زیب زینت باشد قطعاً حرام است. اگر برای زینت کنین، همین دندانهای سالمی که دارین همینا را مثال اره کنین، میده کنین، دندان کنین، این 100% حرام است. حتی در عبادت‌های شما چی است؟ کراهیت پیدا میکنه. لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. برای این طهارت پیش و پس هیچ لازم نیست دیگر. داملای عزیز، پدر و مادر من جدا شدند. ما با پدرم هستیم. او نمیخواهد که ما با مادرم واخوری کنیم. میگوید که اگر واخوری کنید عاق میکنم. ما با مادرم واخوری کردیم، او فهمید. ما را به خانه راه نمیدید. چیکار کنیم؟ اکنون عاقی که او پدر میکند عاق هم صورت دارد. در هر یک صورتی که فرزند متر عاق میکنم عاق نمیشه بچه. تو پیش مادرت نره، او مادری که او را زاید است، مادری که از پدر چندین برابر حقش بلند است، چرا پیش او نرود؟ رسول اکرم وقتی نزدش آمدن گفتن با کی خدمت کنیم؟ رسول الله چی گفتن؟ امک ثم امک ثم اباک. چرا 3 بار پیغمبر خدا نامی مادر 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 بعد پدر؟ چرا پیش مادر نرود؟ فرزندش است، حق دارد که پیش فرزند می رود، پیش مادرش می رود، رفته زیارت میکند. اگرچه عاق شم که کنی عاق نمی شود. عاق تو برای آن که فرزندت نماز نخواند، عاقش که مثال در راه خدا نباشد. این چی است که هر یک کاری ده که اسلام با او جانبدار باشد و تو زیدی او ببرای با عاق کنی، این عاقت عاق ندارد، چی معنی هم ندارد. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه طالب علمان همین شهر از شما خواهش میکنیم که به این سوال ما جواب صحیح گردونید. بعضی آدم های یافت شدند که مولود نبی را بدعت می حسابند. شما چی میگویید؟ سوال دوم، بعد قرائت یگان آیتی از قرآن صدق الله العظیم گفته می شود، این را هم بدعت میگویند. به این چی میگویید؟ صدق الله العظیم گفتن چی جای بدعت ای آخه؟ بعد آیت خواندن همون انسانی که بدعت میگوید خود همین صدق الله العظیم میدوند که چی معنی دارد. آیت وقتی ما و شما میخونیم مثل که ما خواندم آیت و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله صدق الله العظیم، هیچ مصیبت به سر فرزند آدم نمی آید مگر که اجازت الهی نباشد. صدق الله العظیم، راست گفت از خدای بزرگ. چی جای بدعت است؟ این جای بدعتی ندارد، راست گفت است. یا صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوییم، یا حدیث گفتیم راست گفت از پیغمبر خدا. این جای بدعت ندارد. لیکن در مسئله مولود بدعت بدنش
اگرچه در زمان پیغمبر خدا نبودند، در زمان اصحابم که نبود، لیکن امروز برای ما بی‌نهایت ضرور است. اگر خالی از منکرات باشد، خالی از بزم و بازی و خالی از آن حرام کرده های خدا باشد مولود، این باکی ندارد. آخه رسول اکرم وقتی سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از پیغمبر خدا چی پرسیدند؟ مل ایمان، ایمان چیست؟ رسول الله چی گفتند؟ تطعم الطعام. گفتن پیغمبر خدا که دادن طعام است. ای الاسلام خیر، کدام اسلام بهترین است؟ باز رسول الله چی گفتن؟ اطعام الطعام، باز دادن طعام است. پیغمبر خدا ایمان و اسلام به دادن طعام هم چی کردن؟ حواله کردن. حالا که مولود نبی دادن طعام است و شنیدن امر معروف و نهی از منکر است. چی جای مثال دیگر نامشروعی دارد؟ باکی ندارد، بلکه فضل است. امروز خوش به حال و برادرایی که مثال یک موعظه را تشکیل میکنند و عالما را دعوت میکنند، به گوش مردم سخن خدا و پیغمبر را میرسانند. این جای بدعت است. آیا بدعت نه تویای است که هیچ معنی ندارند؟ انا بدعت است. تویایی که اپا و خواهر و چد یک جور رقص بازی میکنند، انا بدعت است. این حرام است. بدعت اگر شما چنان نماز بخوانید حتی از خواندن نماز میانهای شما خم شود، چنان روزه بگیرین که حتی از روزه بسیار گرفتن شما مثل زیواری باریک شین، تاری زیواری باریک شین، خداوند از شما این نماز و این روزه را قبول نمیکند تا وقتی که شما پرهیز نداشته باشین. تا وقتی شما پرهیزکار از حرام کردهای خدا نداشته باشین، این نمازهای شما در نزد خدا قبول نمیشود. نماز میخواند زنا میکند، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند موسیقی مینوازد، نماز میخواند رقص و بازی میکند. این چگونه نماز است؟ نمازی که تو از این کارها که من نکرد، این در نزد خدا نمازی تو نماز نمیشود. نماز همون نمازی هست که تو از تمام جمعی کارهای بد راه میگیرد، منت میکند. داملای عزیز، در محله ما یک آدم ختم خوجه را نادرست برآورده است. ختم درسته یا نه نادرست، همین رو بر ما فهمونید. ختم خوجه نه فرض نه واجب. خدا رحمت کند بابای ملا شریف در همین شهر شما زندگی میکرد، در ما هم استاد است. هم داملای ختم کرده بودن، هم داملا بودن. حضرت میگفتن که در بین همین مردم ما بجز خواندن تبارک همون هم یک عالم بخواند، دیگر هیچ ختم جایز نمی شود. زیرا این مردم عامی است. این مردم سوره ها را خوب گذراندگی نیستند، سوره ها را خواندگی نیستند، میخوانند، غلط است. از این خاطر بهترین شمین است که یک جوان است یا پیرانسال است، کسی نباشد سوره قرآن گذراندگی باشد، آمدن تبارک بخواند، با 3 بار سوره اخلاص در حق ارواح همون بخشد، بس از کفایت کننده است.
لیکن ما و شما وقتی ختم خوجه را دست میزنیم باید که تمام اما آدمایی که ختم خوجه میکنند همان سوره های علم نشره و سوره اخلاص همونها را گذراندگی باشند و همونها را بدانند. بهترینش همین است که یک طالب علم یک کسی باشد که همون سوره قرآن هم میدانستگی باشد، تبارک است یاسین از برده یک بار بخواند بس کفایت میکنه. و باز یک راه خوبیش همین است که قریب برای ختم خوجه چند نفر آدم لازم است. امروز مردم بیچاره خشاک است، 6-7 نفری که میبریم مثال در همون پنجشنبگی است با کدام خیر خدایی نباشد اشتراک کردن همون صفی آدم کمتر باشد، هم سبکی برامون خانه‌دار میشود، هم سوره قرآن درست خوانده میشود. این بهترین است.